جان امام حسین اینو پخش کن. 50 سال پیش ایشون اون کار خوب انجام داده، اون مجموعه رو به اون زیبایی ساخته. یه نفر اگه خدمتی کرده ازش یاد کنی، هر کی هست شما میتونی برو بذار کنارش اون چیزی که شما ساختی. استادیوم آزادی دیگه برای جذب تماشاگر آماده نمیشه، محال دیگه مردم رو راه بدن. این تفکری که تو کشور ما هست دنبال رشد نیست، اینا دنبال این هستن با دنیا جنگ کنن، میان استادیوم بسازن، فقط رو رابطه مدیر تعیین میکنن. آقای فلانی حجت الاسلام آیت الله فلان برای مدیر باشگاه زنگ میزنه، اینو میذارن استقلال، اونو میذارن پرسپولیس. هر کسی بره استقلال اولین شرط اینه که شما به گذشته استقلال کاریت نباشه. چرا؟ من لباس تنمه، سردارم سراغ من نباید بیاد. بیاین رو اونایی که فساد کردن به مردم معرفی کن، از بالا قوه قضاییه بگیر تا ورزش. صدا و سیمای ملی ایران یه دونه اینا رو نشون میده. همه با همین، همه خارج از کشور دلارا رو بردن، پولا رو بردن، لذت ها رو دارن میبرن، مردم باید زجرشو بکشن. کی دیگه شما رو قبول داره؟ با صدای بلند بگم آقا بیاین فکر مردمتون باشین. فرق تو جامعه داره کولاک میکنه. مردهای خونه شرمنده زن و بچه شونن. دخترای جوون این مملکت به قرآن در دبی و ترکیه روسپیگری میکنن. دین ما اینا توش نیست. دین خدا امروز بازیچه است. حس شما الان به عنوان یه ایرانی از این که قطر و عربستان جام جهانی برگزار میکنن چی؟ شما حس حقارت به عنوان یه وطن پرست به دست نمیده. میرسیدی دبی دنبال آب بود که آب آوردی، اینجا آب نیست. اونجا به کجا رسیده؟ ما کجاییم؟ قطر با انقلاب ما این شده. ما حالا باید حسرت اینو بخوریم که آقا ما کجاییم اونا کجا. همش هم میگن ظاهره. بابا این ظاهره تو هم درست کن. بعدم میگن حرف نزنی. 45 سال 46 سال شما حرف زدی این مملکته، شما نمیتونین بچرخونین. خب آقا بریم، من ارث بابا نتونه. تمام نابغه ها این مملکت برن، متخصص ها برن، شماها بمونی. بابا با مردمت راه بیا، به مردمت برس. چمدون درست کنم پول بریزم توش ببرم خارج که چی؟ هم پول بده به مردم خودت باهات باشه. شما با دنیا سر جنگ داریم که چی؟ آخرش که چی؟ کی با ما رابطه داره؟ اگه من اینا رو بگم ضد انقلابم؟ ضد دینم؟ من بابا طرفدار مردمم. مردم گشتی تو دستگاه آب میبگیری، داری فشارشون میدی. به پیغمبر دشمن همین جاست.